سلام همگی، خیلی خوش اومدیم به چنل ریمن. حدوداً بعد 110-15 روز دوباره اومدم براتون ویدیو بگیرم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، ولی میدونم که حال هیچکی تو این چند وقته خوب نبوده، ولی امیدوارم که بتونم بهتون انرژی مثبت بدم با ویدیو ساختن و از ویدیو خوشتون بیاد و انرژی مثبت بگیرید و روحیاتون رو از دست ندید. ویدیو امروز در مورد ثروت و سرمایه کشور ما ایرانه که اومدیم ببینیم که کشور ما ایران در چه رتبه‌ای از کشورهای ثروتمند قرار گرفته. و قبل از هر چیزی برای حمایت و رشد چنل من ممنون میشم که چنل رو سابسکرایب کنید. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و با گذاشتن یک کامنت انگلیسی به من انرژی بدید. دوستتون دارم خیلی زیاد. بریم سراغ ویدیو. خب اولین چیزی که ما باید بدونیم اینه که چجوری ثروت یک کشور رو حساب میکنن و سرمایه‌شو و دارایی‌هاشو حساب میکنن. مثل ثروتمندی کشورها با معیارهای مختلفی مثل درآمد ناخالص ملی، درآمد سرانه یا معیارهای دیگر قابل اندازه‌گیریه. با بررسی هر یک از معیارها ممکنه که رتبه‌های متفاوتی برای کشورها قابل محاسبه باشه. برای مثال کشورهای کوچیک که جمعیت کمی دارند و به منابع زیرزمینی گسترده‌ای دسترسی دارند، ممکنه با برخی از معیارها به عنوان ثروتمندترین کشورهای جهان شناخته شوند. و با در نظر گرفتن معیار دیگر، کشورهایی که تولیدات صنعتی گسترده‌ای دارند در صدر این لیست قرار می‌گیرند. یکی از عواملی که میتونه در محاسبه سطح ثروت ملی کشور مورد توجه قرار بگیره اینه که مقدار حضور کارگران خارجی در اون کشور. برای که نسبت کارگران خارجی در اونها زیاد است، نسبت به جمعیت مقیم تولید بیشتر و درآمد بیشتری خواهند داشت. تو این عکسی که می‌بینین سرانه تولید ناخالص داخلی که بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول در سال 2020 محاسبه شده، سه کشور برتر که سرمایه بیشتری دارن، اولیش لوکزامبورگ، دومی سنگاپور و سومیش قطری که میزبان جام جهانی 2022 بود. ایران بزرگترین دارنده ذخایر گازی و چهارمین دارنده ذخایر نفتی دنیا به شمار میره. در صورت جمع کردن ذخایر نفت و گاز جایگاه اول در جهان خواهد بود. میدان‌هایی که این حجم ذخایر نفت و گاز ایران رو در خودشون نگه داشتن در پهنه گسترده‌ای از کشور، از آب‌های کم عمق خلیج فارس تا آب‌های عمیق دریای خزر و همچنین خشکی قرار دارند. در حال حاضر تعداد 145 میدان هیدروکربنی و 297 مخزن نفتی و گازی در ایران کشف شده. از این میدان‌ها تعداد 78 میدان فعال بوده، 62 میدان در خشکی و 16 میدان در دریا قرار دارند. شمار 67 میدان هنوز قابل استفاده نیست. یعنی این همه ایران نفت و گاز داره ولی هنوز 67 میدانش قابل استفاده نیست. خاویار. ارزش اقتصادی ماهیان خاویاری، تخم آنها یعنی خاویار از اشرافی‌ترین و گران‌ترین فرآورده‌های غذایی در جهان. امروزه به دلیل صید بی‌رویه بسیاری از گونه‌های ماهی در خطر انقراض بوده و صید آنها در بسیاری از ایستگاه‌های آنان ممنوع شده. ماهیان خاویاری 27 گونه دارند و دست کم 4 گونه نیز امروزه منقرض شدند. فیل ماهی، اوزومرون، تاسماهی ایرانی، تاسماهی روسی و شیپ از مهمترین انواع ماهیان خاویاری هستند. 93% از ذخایر ماهیان خاویاری جهان در دریای کاسپیان موجود است و مدیریت، حفظ و تکثیر و رهاسازی ماهیان خاویاری دریای خزر نیز با ایران سالانه در حدود 20 تا 22 میلیون بچه ماهی خاویاری از گونه قره‌برون رو در دریا رها میکنه. علاوه بر اینها ایران یکی از بزرگترین تولید کننده‌های خاویار در جهان
به 12,000 گونه گیاهی غنی‌ترین مجموعه از گونه‌های گیاهی در کشور خاورمیانه را دارد. این گونه‌ها شامل انواع مختلفی از درختان و گیاهان جنگل‌های شبه‌حاره‌ای تا انواع گیاهان بیابانی و سازگار با خشکی هستند. طبق آمار سازمان حفاظت محیط زیست ایران 2000 گونه جانوری اهم از پستاندار، پرنده، خزنده، دوزیست و ماهیان آبهای داخلی و حدود 1200 گونه ماهی در آبهای دریایی در اکوسیستم‌های خشکی و آبهای داخلی کشور شناسایی شدند. سازمان حفاظت محیط زیست ایران در سال 1392 اعلام کرد که دست کم 74 گونه از جانوران این کشور در سیاهه قرمز اتحادیه بین‌المللی حفاظت طبیعت قرار دارند. به جز یوزپلنگ ایرانی که در وضعیت بحرانی قرار دارد، پستاندارانی مانند گوزن زرد ایرانی، گورخر آسیایی، فوک دریایی خزر، هوبره، پلنگ، خرس سیاه آسیایی، تمساح پوزه کوتاه، نهنگ بالایی نیز در معرض خطر انقراض هستند. معادن: ایران با داشتن 68 نوع ماده معدنی، 37 میلیارد تن ذخایر اثبات شده و بیش از 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه به ارزش 770 میلیارد دلار در سال 2014 در میان 150 کشور بزرگ غنی از مواد معدنی قرار دارد. مهمترین معادن ایران شامل زغال‌سنگ، مواد معدنی فلزی، شن و ماسه، مواد معدنی شیمیایی و نمک است. بیشترین معادن فعال ایران در استان خراسان قرار دارند. با تقریباً 1% از جمعیت جهان بیش از 7% از کل ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد. ارزش معادن ایران 100 میلیارد دلار برآورد شده است که در صورت سرمایه‌گذاری این عدد افزایش می‌یابد. زعفران: ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران دنیاست و حدود 90% تولید این محصول را در اختیار دارد. بزرگترین خریداران زعفران ایران امارات متحده عربی اسپانیا هستند که بخش عمده خریداری شده از سوی اسپانیا و امارات به نام خود این کشور در بازار جهانی هستند. علاوه بر این ایتالیا، آمریکا، هند، فرانسه، سوئد، آرژانتین، عربستان سعودی، هنگ کنگ، بریتانیا و سوئیس عمده‌ترین خریداران زعفران ایران در سال گذشته. با کیفیت‌ترین زعفران تولید ایران در استان‌های خراسان جنوبی و رضوی در نزدیکی مرز افغانستان تولید میشه. میزان تجارت جهانی زعفران بیش از 8 میلیارد دلار در سال برآورد میشه، اما سهم ایران در تجارت جهانی زعفران بسیار اندک است، چون عمده زعفران ایران به صورت فله صادر میشود و کشورهای خریدار زعفران ایران را بسته‌بندی و در بازار عرضه می‌کند. ایران با تولید نزدیک به 90% تولید زعفران در تجارت جهانی در رتبه 17ام این محصول قرار دارد. 90% زعفران جهان تولید می‌کنه، بعد از 8 میلیارد دلاری که از این تجارت زعفران جهان یک سال به دست میاد، یه بخش کوچیکش برای ماست. اصلا خیلی عجیبه واقعا. 90% یه چیزی برای تو باشه بعد نتونی ازش استفاده کنی. خب از ویدیو امروزم تمام شد. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. امیدوارم که تونسته باشم با این ویدیو و ویدیوهایی که قرار بسازم حالتون رو خوب کنم و یکم از حال بدتون کم کرده باشم و یکم بتونم بهتون روحیه بدم تا ناامید نشید و روحیه‌تون رو از دست ندید. و حمایت از من و رشد چنل من حتما چنل رو سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و نظرات و ایده‌هاتون و انرژیاتون رو برام تو کامنت ها بنویسید و خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین تا ویدیوی بعدی. فعلا.